خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی ماینکرافت دیگه. بچه امروز واسهتون یه ویدیو آموزشی دارم که نمیخوام بگم. پس قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو بچه ها، من یه مدت کوتاهی که البته یه هفته 10 روز میشه نبودم و من ویروس کرونا گرفته دیدم. حالا هیچ دیگه وارد بحثش نشیم، مهم نیست. و الان خوبم، الان اومدم واسهتون ویدیو بذارم، پر انرژی اومدم پشت سرم فقط واسهتون ویدیو بذارم. پس قبل از این دیشه بریم سراغ ویدیو. برای درست کردن این فارم باید این وسیله رو داشته باشیم. فارم حالا بهتون میگم برای چیه. خب اول یه صدا بلاک میکنیم، یه چست میذاریم اینجا، حالا میریم پشت چست میشینیم، پشت چست رو یه هاپر میچسبونیم. خب حالا یه دونه از این فنسا باید بذاریم رو هاپر، یه دونه از این پلیت باید بذاریم روی این فنسه. خب حالا باید بشینیم اینجا رو یه آب بزنیم. خب همین که آب رفت، آب میره همین داخل دیگه، همین ببینید دیگه. بعدش یه دونه از این نوت بوک باید بزنیم اینجا. حالا باید بشینیم یه دونه از این براقه های نیمه بذاریم و خب تا اینجا حالا 90% کارمون انجام شد. خب حالا یه آیرون ترپدور رو میذاریم، مال از آیرون ترپدور استفاده کنیم. خب حالا میریم روی این چسته وای میسیم، قلامون رو میندازیم، این دره باز میشه. همه که میندازیم این باز میشه. با حتما یادتون باشه بچه باز شدیم. حالا ماهیگیری انجام بدیم اینجوری. صبر میکنیم تا ماهی بیاد. همونجوری دیدیم رفته داخل چست وسیله‌ای که گرفتیم. خب وای میسیم تا 5 ثانیه فرصت داریم. یعنی قلاب بله سریع اومد. نگاه کنید 2 تا ماهی گرفتم و یه دونم از این پاور فیش. خب بالا. خب اینجوری میتونید دیگه بیش خونتون رو همچین چیزی درست کنین و باهاش ماهیگیری یا هر چیزی که از تو دریا در میاری از همینجا میتونید در بیارین. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید بچه‌ها. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن. اگه دوست داری از این ویدیوهای ترفندی آموزشی بهتون بگم تو کامنت حتما بهم بگو. سابسکرایب هم یاد نره. گودبای.